سلام بیننده های سایت رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. هم صحبت ما از امیرالدین کبیر، هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان. میخواستم در مورد قصه همینطور نقل کنید برای شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی که چی سرگذشت دارد و چی قصه دارد. تا جایی که ما میدونیم این از آدینه هاشم به دست یک روحانی خیلی مشهور تاجیکستان رسید و به دست شما نیست. توی 18 سال چیزی که به همگان معلوم است، من در جمهوری قرقیزستان شهر بیشکک اقامت داشتم و هر باره که به تاجیکستان به حیث مهمانی می آمدم یک بسیار برادر خوب و برادر روحانی داشتیم که در فرهنگ تمدن اسلامی تاجیکستان خیلی حصه‌گذار است. این حاجی اسماعیل پیر محمد زاده و روز وقتی آمدم به تاجیکستان با عیادت او رفتم، گفت که خانه ما میریم. بعد خستیم خانهشون رفتیم. انا همه خیل یک کرسی بسیار نازنین در خانهش، یک تار همه خیل ماند و یک تا دو تار. بعد سوال کرد که امیرالدین کدام اینا را میگیری؟ من گفتم از خودی من با همین تار آموختم، دستم با همین راست شدگی است، این همین تار با من موافق‌تر است. بعد همین تار را با من توفیق کرد، گفت که میدونی که همین تار از استاد شادروان آدینه هاشم است. وقتی من بعد سرگذشتش نقل کرد که وقتی با عیادتش رفتم همین تار را به من داد که همین شما همین چیز حس کنید و به دست آن نفر دید که همین صدا دهد و به مردم خدمت کنند. و گمان میکنم که امروز صاحبش یافت. فراغ رنگ ها دارد نشان ننگ کوهستان، تنین انداز از هر قله آهنگ کوهستان. با کلک شوقی رنگین میکشند بر ریش تای تصویر، کلکی شوقی رنگین میکشد بر ریشته تصویر، برغمیت نوای جیل و ایستد رنگ کوهستان. من از روزی که در قرقیزستان مسافر بودم هر روز همین نیت داشتم که به تاجیکستان برمیگردم. این همین امروز گذشت، پگاه گذشت، پس فردا گذشت، سال گذشت، ماه گذشت، لیکن نیت فقط به تاجیکستان برگشتم بود. و خوشبختانه هم با سفر رسمی جناب ولی وقتی به قرقیزستان رفتم اون یک واخوری داشتیم با تاجیکان هم قرقیزستان، بعد با همون مهاجران واخوری کرد و در استرکول هم یک بیگاه من خدمتی همین مدنی کردم با اونها. دو تا پرزیدنت هم باقیوف هم جناب عالی ایوان رحمان خب وقتی سرودخوانی کردم و از جناب طریق تلویزیون، من با تلویزیون تاجیکستان هر بار که می آمدم بسیار برآمده میکردم. فقط با اون واسطه تلویزیون با من شناسایی داشت و وقتی که من اونجا دید بعد یک خدمتی خوبی هم که کردیم بسیار خوش آمد به همون دوره. بعد رسما من دعوت کرد که تاجیکستان بیایی، سالی 2009 بود. بعد در همین آمد یکم بعد ما برمیگشتیم که این واقعه در قرقیزستان بعد واقعه همین بین اول بین همین ترکای مسخه، ترکایی که یک وقتا در ازبکستان بودن، اونا با ازبک‌ها اول جنگل خوردگی بودن، بعد در گرد اطراف همون شهر بیشکک اونا رو جا کردگی بودن.
با همونا اول سر زد در همون حله‌ای که ما زندگی میکردیم در همون جا همون و در دیگر نقطه های همون شهر مشکک همین واقعی ها شد دیگر تا اون درجه رسید که اکنون همین مثلا همین شباهتی ما هم ساخت همون ترک های افت اندام و همون ترک ها مانندی داریم بعد سفارت حسام‌الدین سعیدوف سفیر ترکستان بودن اونجا بعد ما بسیار همکاری داشتیم با سفارت همه کارمون با همون سفارت با جمعیت دائم پیوست بود و یا بس مصلحت دادن که اونجا زندگی نکن بیا یک چند روز در سفارت تا یک آرام شدن هم مردم بعد همراه کودکان بوده در همون سفارت چند مدت زندگی کردیم و پیوسته با تاجیکستان دائم صحبت بودم بعد به همون خلاصه شد که خیز بیا دیگر اونجا مقصد مکان شما نیست تا این فرزندم اونجا میخواندن بعد رفته از همون مکتب حجت های بایر گرفتم و خیسته بعد تاجیکستان آمدیم